ستاره ها میخوان بدرخشن تو جایگاه اول تا سوم. اون ته مجلس رو نگاهتون رو برگردونید ببینید اونجا اینایی که ایستادن قلبشون داره میتپه. جان 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 کی اول میشه تو این دسته؟ صبر چیز خوبیه. کلی تلاش، هر کدومشون برندن، هر کدومشون وزن دارن توی عرصه‌ای که ادعاشو واقعا به حق یدک میکشن. علی فرهنگی کی اجازه میدی من معرفی کنم؟ تپش قلبا، شمارش معکوس. هر موقع میگید شروع کنم به عنوان کردن رتبه ها. جایگاه ششم دسته منفی 175 سانتی متر تعلق گرفته به مجتبی طایفه. 5 تا موندن. مجتبی جایگاه ششم. خیلی ارادت دارم بهت. دورتون بگردم. خیره میشم تو نگاهتون، شرمنده میشم واقعا. اگه کمی کاستی بود ببخشید. این جایگاه ششمه. مدالش تقدیمش شد و مجتبی طایفه. جایگاه پنجم این دسته. معرفی کسی که جایگاه پنجم رو به دست آورده بعد از عکس مجتبی طایفه. فیتنس هم هیجان داره. کسایی که میگفتن نه ببینن. بریم برای معرفی جایگاه پنجم. عنوان پنجم تعلق میگیره به مهدی ماهانی تو این دسته، تو این دوره جایگاه پنجم از آنش شد که مدالش بهش داده میشه و عنوانش. جایگاه چهارم، نفر چهارم کسی نیست شد وحید رستاق. 3 نفر موندن. اینایی که تو لایو امشبن، تو پخش زنده امشبن منتظرن ببینن رتبه های اول تا سوم مال کیه. جایگاه سوم محمد قدبرگی. جایگاه سوم محمد قدبرگی. یه دوئل واقعی شکل گرفت. 2 نفر موندن. یکی دوم و یکی نفر اول. نوک قله میسته تو این دسته به عنوان قهرمان کشور. نفر دوم کسی نیست شد امین محمدی، قهرمان این دسته. نفر اول رضا یوسفی راشد.